باید به صراحت برای شما خاطر نشان بسازم. کیست؟ چگونه باید شناخت؟ افغان وطن پرست کیست؟ وطن پرست آتشین، افغانستان انسانی، افغان نوین، انسان افغان نوین کیست که وفادار به دوستی افغان شوروی باشد؟ این ملاک کرده. ای خارجی او داخلی دشمنان پوشی که زموی دو واحد وطن مستقل افغانستان. فکر نکنم پیش هیچ کس شکی باقی باشه که مزاری وابسته به ایران نیست یا مزاری وابسته به ایران نبوده. به همه معلوم است که مزاری وابسته به ایران بوده و ایرانیا دیگه خواسته خاص به خصوص خود در کشور ما داشته. این استاد مزاری شخصیتی که همیش میخواست همه گروه های اجتماعی در کشور ما از حقوق شهروندیشان برخوردار بوده باشند. استاد شهید خواهان ایجاد یک جامعه عادلانه بود که در همچو جامعه همه اتباع کشور به حقوق همدیگر احترام داشته باشند و حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند. با کماندان و فرمانده محبوب حزب وحدت اسلامی افغانستان برادر ما کماندان شفیع که اکنون توجهتان را به مصاحبه آن جلب می‌کنیم. کماندان صاحب شفیع محترم، لطفا شما در ارتباط از یک برای ما معلومات بدین که امروز به خاطر چی اینجا جمع شدین و امروز چی روزی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هفتمین سالگرد تأسیس حزب وحدت اسلامی افغانستان و احیای هویت ملیت مردم هزارا می باشد و مردم نظامی ها برای رژه نظامی آمادگی دارند. و این نیروهایی که فعلا در اینجا دور و بر شما قرار داره مربوط کدام جز است؟ نیروهای مربوط گوند لنبردوی پده حزب وحدت اسلامی. بسیار خوب محترم، و شما در قسمت از همه وسایط هم برای ما معلومات بدین.
همین وسایط را که فعلا دوروبر شما قرار داره، بعد از سقوط غرب کابل که به دست نیروهای فاشیست پنشیر غرب کابل سقوط کرد، بعد از او کدام وسایط و سلاح‌های ثقیل و خفیف زیاد نداشتین. لطفا شما برای ما معلومات بدین که همه سلاح‌ها و وسایط از کجا کردین شما و چه قسم به دست آوردین؟ 22 اود که استاد شهید به شهادت میرسه و غرب کابل توسط جریان معامله و خیانت و مسلط شوم سیاف و ربانی و طالب پامال میشه و سنگرهای غرب سقوط میکنه. بعد از اون مجاهدین حزب وحدت اسلامی افغانستان به طرف بامیان و مزار شریف حرکت می‌نمایند تا با دست خالی مبارزه را با اتکا با خداوند شروع نموده و یک تعداد سلاحایی که شما می‌بینید از ماویستای پنشیری و جریان خیانت و معامله به غنیمت بود. بسیار زیاد تشکر محترم قماندان صاحب، از شما یک جان تشکر میکنیم. وحدت اسلامی افغانستان مربوط غند نمبر 2 پیاده قهرمان. تو باشه؟ سینه کشیدگی گردن من شخصا از اون ناحیه بررسی میکنم، یکی جا طلبی و خودخواهی های اینا بود، دومی که متاسفانه تعهدات اینا با خارجی ها و پیمانی بود که مسائل ملت و کشور خود اینا فدای خواسته ها و آرمان های شون باداران خود کردن که در این راستا البته ما تلاشای زیادی کردیم، اما متاسفانه اینا با خود نیامدن، ترجیح دادن که ما مشکلات از طریق تفنگ و ماشه های تفنگ حل میکنیم که ما شما امروز شاهد صحنه هستیم که سرنوشت این ارتوچیری که باعث همه دردها و مصائب ملت ما شد امروز به چی قراره و فعلا خب یکیش که بر اساس امو تعهدات نامقدسی که و اعتماد بیجا و بی موردی که آقای مزاری کرده بود و سرنوشت تاریخی و سرنوشت محکوم با مرگ خود قرار گرفت. چون در رابطه با پوهنتون کابل قبلا سخن گفتیم، قابل تذکر است که زمان آقای مزاری اعلان نموده بود که تا احقاق حقوق اهل تشیع و ملیت هزاره در افغانستان و دادن بیش از 35% سهم در کابینه هرگز اجازه نخواهد داد دروازه های پوهنتون باز شوند و گویا آنها پوهنتون کابل را به خاطر تحقق مقاصد سیاسی خود گروگان گرفته بودند. تا دیروز آقای جنرال دوستم کنار ربانی بود، خوب بود، جزء اردو بود، کفیل ریاست جمهوری بود، پسرش بود، مجاهد کبیر بود. امروز به کنار حکمتیار رفته، بعد ملیشه شد، ملحد شد، فتوا میده. فتوای ربانی چنان فاجعه در افغانستان آفریده و چنان خیانت ملی است که افغانستان سابقه نداره. آبروی مردم آورده، مگر علیه ثلث مردم افغانستان میشه فتوا داد؟ ما جزء جنبش ملی هستیم به سمت شمال. آقای محقق مسئول جهادی ماست، در اونجا معاون جنبشه. انجینر مهدی 14 سال مبارزه کرده و 30 سال سابقه جهاد داره.
در نهضت اصلی معاونش است، جمعیت العلماء داره، مسائل داره. آقای ربانی آمده علیه مردمش فتوا داد. مسخره نیست. شما علما اگر امر به معروف میکنین، چرا بعضی افغانستان پیچیده میکنن؟ چرا وحدت ملی را دارین ضربه میزنن؟ چه کلاش نمیگیرین؟ حالی هم شما حاضر نیستین که با جنبش بنشینین، حاضر نیستین که مثلا رو بگین نامش رو گذاشتین ملیشه. مولای عبادی ملیشه است، سالک زاده ملیشه است، محقق ملیشه است، رحمانی ملیشه است، بعد انجینر مهدی ملیشه است. 14 سال اگر اینا جهاد نکرده کی جهاد کرده؟ مگر میشه به همین سادگی همین رقم نادیده گرفت؟ یکی از اولش پیداست که شما نمیخواین مسئله افغانستان حل بود. ما از اولش در حسن نیت شما شک میکنیم. نکنین این رقمی رفتار. اگر تضاد اینجا هست، تضاد آقای حکمتی ها رو ربا نیست. چی اینه به گردن این عنوان میندازیم؟ خودتان هم میدن. اگر امروز 10 برابر کانال دوستم در کانال آقای مسعود آقای حکمتی ها کمونیست است، بابا جان چیکار است؟ دفتردارای آقای ربانی چیکار است؟ این بهانه بیهوش است. یه حل مسئله افغانستان پیچیده میکنن و این به صلاح مملکت نیست. آقای ربانی 5 تا وزارتخانه را که در اینجا گفته کمیسیونی اداره شود، وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه، اطلاعات، کلتور، مالیه، غیر از وزارت مالیه که در تعلق به حزب عدم داشته، آیا همه 4 دیگهش کمیسیون دایر شد؟ عمل کردن. این چی کمیسیونی است که در وزارت دفاع دایر میشه که 205,000 اردو از داخل وزارت دفاع آشایی باطه میشه بدون حوزه جنوب غرب؟ وقت از حزب اسلامی 1 نفر نیست، از حزب عدم هم 1 نفر نیست. این کدام کمیسیون تدوین کرد؟ شما در زمان داوود بودجه 1 سال افغانستان 13 میلیارد بود. حالی امروز سال 71 800 میلیارد آقای ربانی به پشتوانه چاپ کرده ریخته. امسال 1200 میلیارد که من معتقد استم روسا دوباره ما را از زمانی اشغال کرده بدتر رفتار میکنه. این فاجعه را اینا آفرید. یه از این جهت است که عامل این مسئله عدم تعهدی برادر است. روزی هم که امضا میکنه و عموم روز تصمیم داره که این عمل نکنه. من مردم بیگناه داخل افشار بود و سلام کسی وجود نداشت. وقتی که زیر راکت گرفتن از سالای تفصیل به سر همه مردم خانه ها رو به خونی و ایران بختن. یک ملت 15 بی‌طاقتی نشده بود که همه افراد مسلح داخل خانه ها شدن، چون هیچ چیزی سرپناه نمانده بود، همش به خاک یک کن شده بود. وقتی که داخل خانه ها شدن، خانم ها را در قدم اول خود چیزی که مال و چیزی که بودن چور کردن بردن، هیچ جنس هیچ چیزی نماند. بعد از اون مردها را گرفتن، این وهابیا آمدن به خانه، از خانه ها کشیدن و درخت آویزان کردن که چند نفر هم اینجا خانم هایشان هستن که مردایشان را به درخت آویزان کردن و از گردن خط کرده گردنشان رو بریده همونجا انداخته و بچه سیومشان بریده همونجا زارکفک شده همونجا سیده. و در یک فامیل دیگه که رفته بود اونجا یادوالایش یک مردشان رو از پای پل بوده جای رفتن نتونسته، پشتکای خردش هم روش بودن روی خانمش. در صورت وقتی که داخل خانه اینا شده یما اطفالش خود در سر پدرشان انداخته، وقتی کیره میبریم ما رو روش بود گرفته یک شاجور مرمیر سرش خالی که برمیش به شما باشه دیگه ما کارم نداریم. بعد از اون مرد نموندن چیزی که بودن شورای نظر قصیر با خود بردن. مرد خلاص شد بس در خانه اومدن نصف شاید 50 زن هم دیگه در کوی امیر خواجه رضا اینجا بالا کردن بردن. دیگه خانمای دیگه که مامور و صبحش می‌خواستیم که فرار کنیم، چند زن که مونده بودیم همراه ما یک زن گرفتن بردن. اون زن هم تا قسمت که رسیده بود صدا می‌کرد از سر کوه که مرا تا اینجا رسوندن تا اینجا رسوندن. ما خود ما فرار کردیم و منیم دیگه همراه ما بودن. عمود نفر اینجا مسئولش هم هستن، اونا رو سن کوه بردن. وزیر چند نفر دیگه گفتن که شک نداره سه طرف پیش بابا بردن، سه طرف همین نرو دست پیش. تو میگه که اینجا نفر دیگه داخل افسانه میگه اونجا پیش تفیل از که اون بغل کو. اصابی داشت نساخه شد، اصابی داشت نردست سیاق خیلی
این نظام دوستان جوان پدرش کشتن برادرمون به حال نیست میگه چی بگه کنه تو هم ندونه سیا بزن میگه یا تا بجا با تمام کمیته برامونین با تمام کابینه درنده برامونین نالد بعد پدری پس بگیره که باشانه مرسی میگیم زخمی خود را؟ شکل مالی در رای ما برشتان بوده که ما بودیم خواهده بکرشیم اگه خواهیم رای ما بزرد در رای مالی را که نتفاده و بنیشان برخواد خود رایی بگرده شکل درکی با شکل زخمه که اصلا تدامی نمیشه می نمیخوام اینا شیعه است باید بمیره دوکه بچه ها مظلوم باشه چی است که در یعنی اعلای موجوده که به قول شما اسلام ناب خالص را زیاده کنید من که به این اعتقاد بر شما نیستم ما اگر میخواییم شعار بدیم خب شعار میدیم ما میخواییم صد اسلام در افغانستان زیاده شعار بدیم که از پرده بیرون افتد تا و نه در خانه رندان سخن نیست اونایی که بیشتر شعار اسلام میدن اونا بیشتر در وابستگی و در کمک گرفتن از کشورهای خارجی مستقلن کی هسته؟ شما خیال میکنید این جنگایی که صورت میگیره پول نمیخواه یک مای مصرف یک برج قوس دسته مزاری در غرب کابل و 1 میلیارد و 780 میلیون افغانی رسیده بود غذایی که به دست برادرها افتاده اسناد از روی اسناد اونا همه موجوده مصرف یک برج قوس 1373 1 میلیارد و 780 میلیون افغانی شده اینا از داخل ما اینا تیش کردن یا از خارج مردم برای قتل و غارت و خرابی کشوری امروز همسایه‌های ما بلا استثنا در قضیه مداخله دارند شیعه مذهب همگی در خاک و خون شدیم کشورهای غرب شرق ببینین مظلومیت ما را حالات ما را ببینین برای ما تماشا کنید برای ما اگر تماشا میکنید اگر خنده میکنید اگر دلتان میتونه نزایتان آلکنید ما جریان قصه کنید روز پنجشنبه عملات آغاز شد عملات ثقیل طلایی و وحشتناک عصر بالای خانه مردم بعد از ساعت 12 بجه پیاده داخل شد نیروی پیاده زمانی که داخل عالی مسکونی میشه ای از دستاورد اون نیرو ما را از وجود زنهای ما پاک میکنن ما را از وجود اطفال ما پاک میکنن زمانی که نیرو داخل میشه جوان میکشه مرد میکشه بنام داره دروازه تک تک میکنه هر کس که میفته در را میکنه جالب از این که جوان پیش روی مادرش حلال میکنه جوان از سر میبره به نام چی؟ به نام شیعه خلاصه این پروسه دوام کرده تا همین روز از روز پنجشنبه تا این روز مرده ها افتیده تمام خانه افشار اطراف از او کسایی را که از خانهش کشیدن آن مادرسایش را گرفتیم که در کجا چقدر مرده افتیده اما شما مشاهده کنیم که زنها کلیش بریده به سطر در دشت ها افتیده این پروسه دوام داره همین لحظه هم تا همین لحظه هم نفری که همین لحظه رسه جریان برای ما گفتن که در کجا هم ساها در کجا مرده ها افتیده مرده ها با کدام فجایه ما از قصه کردن حادثت زبان ما را نمیکنه خلاصه ای را میگیم که ما با بشریت چی کنیم بشریت ما انسان هستیم نیستیم بشریت ما را چی میگن ما را به نام انسان میپذیرن در این دنیای بزرگ یا نه اگر ما به نام انسان میپذیرن صدای ما را بشنوند و داد ما برسند
این پروسه از روز پنجشنبه دوام داره. سری مردم شیعه و نام شیعه میگیرن، حلال میکنن، میکشند.